در کلام کافر شکنش مهربانی کرده ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ایمان داشتن به الله تبارک و تعالی و اعتقاد به یگانگی خداوند متعال سبب پیشرفت جامعه می گردد. ایمان ستون زندگی و سرچشمه همه نیکی و خوبی هاست و منبع هر خیر و فضیلت به شمار می آید. زیرا شخص مومن به تقدیر خیر و شر ایمان دارد و به قضای الهی راضی است. در هنگام هر مشکل و مصیبت صبر پیشه می کند و در هر دو حالت سختی و راحتی شکرگزار الله منان می باشد. ایمان به الله رب العزت مرجع همه نیکی ها و منبع اصلی اصلاح جامعه است، زیرا ایمان نوری است که انسان را از هر گونه اعمال و رفتار ناروا حفظ می کند. ایمان انسانها را به نیکی فرا می خواند و آنان را از شرک و دیگر صفات و اعمال زشت و ناپسند باز می دارد. به سبب ایمان است که انسان نیک و بد و خیر و شر را تشخیص می دهد. ایمان فرد و جامعه را به سوی اصلاح سوق می دهد و آنان را از هلاکت نجات می دهد. هنگامی که ایمان در دل انسان جای می گیرد، در حقیقت چراغ روشنی در قلب او افروخته می شود که به وسیله آن راه هدایت را بر می گزیند و از گمراهی دوری می کند. این ایمان است که انسان را نیکی ها فرمان می دهد و از بدی ها منع می کند. دعوت مردم به یگانگی الله رب العزت را و هدف دعوت 124,000 پیامبر بوده است. قسمی که آیه مبارک را قبلا به حضورتان تلاوت نمودم. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و با یقین ما در میان هر امت پیامبری فرستادیم تا به مردم بگویند که الله را بپرستید و از طاغوت و شیطان اجتناب بورزید.